درس اول، دسترخوان را پهن کنید. برای موفقیت یک ویژگی است که فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر، فرد باید بداند که چی می‌خواهد و شدیداً خواستاری به دست آوردن آن باشد. ناپلئون هیل. قبل از آن که بتوانید قورباغه خود را مشخص کنید و دست به کاری خوردن آن شوید، باید در ابتدا دقیقاً معین کنید که در هر حوزه از زندگیتان به چه چیزی می‌خواهید برسید. در بالا بردن کارایی فردی مهمترین اصل روشن بودن هدف است. اولین دلیل این که چرا بعضی از مردم می‌توانند کارها را زودتر انجام دهند این است که هدف‌ها و برنامه‌های کاملاً روشنی دارند و از آنها فاصله نمی‌گیرند. هرچی برایتان روشن‌تر باشد که چی می‌خواهید و برای به دست آوردن آن چی باید بکنید، آسان‌تر می‌توانید بر تنبلی غلبه کنید. راحت‌تر قورباغه‌تان را می‌خورید و زودتر کارها را به اتمام می‌رسانید. روشن نبودن هدف، سردرگمی و پریشانی فکری در مورد اینکه چه کاری را باید انجام بدهید و به چه صورت باید آن را انجام بدهید، یکی از دلایل اصلی تنبلی و نداشتن انگیزه است. برای نجات پیدا کردن از این شرایط معمول باید تمام نیروهای خود را به کار بگیرید و برای هر کاری که انجام می‌دهید هدف روشن و مشخصی را تعیین کنید. یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. فقط 3% از مردم هدفهای مشخصی دارند و آنها را روی کاغذ می آورند. این انسان‌ها در مقایسه با انسان‌هایی که از نظر میزان تحصیلات و توانایی برابر و یا بهتر از آنها هستند، اما به هر دلیل هرگز وقتی خود را صرف روی کاغذ آوردن هدفهای خود نکردند، 5 تا 10 برابر بیشتر کارایی دارند. شما می توانید تا آخر عمر از یک روش مؤثر برای مشخص کردن و رسیدن به هدفهایتان استفاده کنید. این روش 7 مرحله ساده دارد. با رسیدن به هر کدام از این 7 مرحله می توانید کارایی خود را 2 تا 3 برابر زیاد کنید. بسیاری از انسان‌هایی که دوره‌های آموزشی مرا به اتمام رسانده‌اند، با استفاده از این روش ساده 7 مرحله‌ای توانستند درآمد خود را ظرف چند سال و حتی چند ماه به طور چشمگیر افزایش دهند. مرحله شماره 1: مشخص کنید که دقیقاً چی می‌خواهید. به تنهایی یا با رئیستان بنشینید و آنقدر در مورد هدف‌ها و برنامه‌هایتان بحث کنید تا کاملاً برایتان روشن شود که رئیستان از شما انتظار دارد چه کارهایی را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتی باشد. تعجب آور است که انسان‌های زیاد مدت‌ها مشغول انجام وظیفه و کارهای بیهوده هستند، چون هرگز تصمیم نگرفتند که با رئیس خود در مورد چنین موضوعی مهمی به بحث بنشینند. قانون: یکی از بدترین راه‌های استفاده از وقت آن است که کاری را که به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم. استیون کاوی میگوید پیش از آن که بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه دادید. مرحله شماره 2: هدف خود را روی کاغذ بیاورید. وقتی هدفتان را می نویسید، آن را شفاف و قابل لمس می کنید. با این کار چیزی خلق می کنید که قابل لمس و دیدن است. به بیان دیگر، هدفی که روی کاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا رویاست و هیچ اثری در پشت آن نیست. هدفهای نوشته نشده به سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار انجام می‌یابند. مرحله شماره 3: برای هدف خود مهلت تعیین کنید. برای یک هدف یا تصمیم بدون مهلت هیچ فوریتی وجود ندارد، چون این هدف یک آغاز یا پایانی واقعی ندارد. این که به دیگران واگذاشتن یا پذیرش کارها و مسئولیت‌های از دست رفته موردی معین برای انجام باشد، طبیعتاً باعث می شود که کارها را به تأخیر بیاندازید و بخش ناچیز از آنها را انجام دهید. مرحله شماره 4: از تمام کارهایی که فکر میکنید باید برای رسیدن به هدفتان انجام بدهید، فهرست تهیه کنید.
هر بار چیز نوی به ذهنتان رسید آن را به لیست فعالیت ها اضافه کنید. این کار را تا کامل کردن لیست ادامه دهید. این فهرست به شما تصویری قابل مشاهده از وظیفه ها یا هدف اصلی و نیز راهی که بتوان در آن به ایست به کار ادامه داد، این راه و احتمال رسیدن به هدف را به طور چشمگیر افزایش می دهد. مرحله شماره 5. فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید. کارهایی را که به صورت لیست در آورده اید اولویت بندی کنید. مشخص کنید که چی کار باید قبل از همه و چی کار بعد انجام شود. حتی اگر می خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر کنید، کارها را به ترتیب مهم بودن در داخل سکونجه یا دایره ها بنویسید. خواهید دید وقتی با این کار هدف خود را به وظیفه ها یا کارهای کوچکتر تقسیم می کنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسان تر می شود. با داشتن یک هدف نوشته و یک برنامه منظم و سازمان یافته، کارایی و توانایی شما بسیار بیشتر از فردی خواهد بود که هدفهایش را در ذهنش نگه می دارد و با خودش حمل می کند. مرحله شماره 6. فوراً کار را بر اساس برنامه شروع کنید. هر کاری که می خواهید باشد. برنامه متوسطی که بسیار خوب اجرا شود بهتر از یک برنامه عالی است که هیچ اقدام در جهت اجرای آن انجام نشود. در راه رسیدن به هر موفقیت اجرای برنامه از همه چیز مهمتر است. مرحله شماره 7. تصمیم بگیرید که هر روز برای آن که قدم به سوی هدف اصلی برمی‌دارید کار انجام دهید. این کار یا فعالیت را در برنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معین در موضوع نظری خود مطالعه کنید. با سراغ تعداد مشخصی از مشتری بروید. پیوسته زمانی معین ورزش کنید. از یک زبان خارجی تعدادی مشخص واژه‌های نو یاد بگیرید. هر روز یک روزی خود را بیهوده تلف نکنید. حرکت به پیش را ادامه دهید. وقتی حرکت را شروع کردید به پیشروی ادامه دهید. متوقف نشوید. همه استواری و ثبات قدم به تنهایی می تواند شما را تبدیل به یکی از فعالترین و موفقترین انسان‌های نسل خود کند. داشتن هدف‌های مکتوب تأثیری بسیار خوب روی قدرت تفکری شما دارد و شما انگیزه کار و فعالیت می‌دهد. قدرت خلاقیت شما را تقویت می‌کند. انرژی بخش است و بیش از هر عامل مؤثر دیگری به شما کمک می‌کند تا بر تنبلی خود پیروز شوید. هدف‌ها سخت و انرژی آتشدان موفقیت هستند. هر چی این هدف‌ها بزرگتر و روشن‌تر باشد، برای رسیدن به آنها مشتاق‌تر می‌شوید. هر چی به هدف‌هایتان بیشتر فکر کنید، تمایل و اشتیاقی درونی شما برای دستیابی به آنها بیشتر می‌شود. هر روز به هدف‌هایتان فکر کنید و آنها را مرور نمایید. هر روز صبح فعالیتتان را با مهمترین کار آغاز کنید. این کار می‌تواند شما را به مهمترین هدفی که در حال حاضر دارید برساند. قورباغه را قورت بده. همین حالا یک کاغذ بردارید و 10 هدفی را که می‌خواهید در سال آینده با آنها برسید لیست کنید. این هدف‌ها را به صورت بنویسید که گویا یک سال گذشته است و آنها همگی عملی شده اند. در نوشتن هدف‌هایتان از زمان حال و ضمیر شخصی اول استفاده کنید. هدف‌ها باید با روشنی و با قطعیت بیان شوند. با این کار ذهن ناخودآگاه شما بیدرنگ آنها را تایید می‌کند. برای مثال می‌نویسید من فلان قدر سامانی درآمد دارم، یا وزن من فلان قدر کیلوگرم است، و یا من سوار اتومبیل فلان مدل هستم. سپس 10 هدفی را که نوشتید مرور کنید. از میان آنها هدفی را انتخاب کنید که رسیدن به آنها بیشترین تأثیر را در زندگی شما می‌گذارد. این هدف هر چی که هست آن را روی یک برگ کاغذ بنویسید. برای رسیدن به آن مهلت تعیین کنید. برنامه ریزی کنید. طبق برنامه دست به کار شوید و هر روز برای دستیابی به هدف مورد نظر کاری انجام دهید. همین تمرین به تنهایی می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند.